سه سال است که پای هم در خلطه‌ها کارتوشکا میشنند. این تکنولوژی برای زمین‌های نزدیکاولیگی برای بغدارانی که زمین‌های خرد دارند پایدارناک است. زیرا با این اصول میتوانیم هم جای را صرف کنیم و هم وابسته به اقلیم و آب و هوا جایش را تغییر دهیم. نگاه بینیش هم خیلی آسان است. پرورش کارتوشکا در خلطه‌ها امکان می‌دهد که حرارت و نمی برای پخته رسیدن کارتوشکا لازمه نگاه داشته شود و از همه مهم مقدار آبی به کارتوشکا سرشوده را 50% صرف می‌کنیم. از هر یک خلطه 10 کیلوگرم حاصل گرفتن ممکن است. در هر یک خلطه 3-4 بیخ شنودن در کار است.